کسی باز نمیکنه. یادم نبود فقط خودمم. چقدر شیرینم من. سلام سادات، هستم. خوشحالم به یه ویدیوی روم تور بعد از سالها. یعنی واقعا اون آخرین روم تورمو هیچ وقت نبینید، خواهش میکنم ازتون. اون تبخالم اینجا زدم که نمیدونم چرا زدم، ولی خب زدم دیگه. خیلی این اتاق عوض شده، یعنی 0 تا 100ش فکر کنم عوض شده. فقط یه سری چیزا هست که مونده، ولی خیلی چیز خفن تری شده. چون الان چند وقت دوباره دکوراسیونش عوض کردم، مثلا چیزا اضافه کردم، ولی خب توی طول این تایم هم خب چیزای دیگه هم اضافه شده بوده طبیعتاً. یه مدت نبودم، گفتم که حالا برمیگردم یه روم تور بذارم دیگه. خیلی وقت نذاشتم فکر کنم. لایک و ساب و کامنت و اینا هم دوست داشتید انجام بدید دیگه. خودتون دیگه بهتر از من این قضیه رو میدونید. بریم که ببینیم چه تغییراتی کرده این اتاق. A few moments later. خب از در که میایید تو، اینجا یه دونه بخاری میبینید که کلا همینجوری همیشه هست اینجا دیگه. یه موقع اگه سرد شد و اینا انجام میدیم. الان که هوا خیلی متاسفانه یا خوشبختانه سرد شده. خوشبختانه چون من تحول گرما ندارم. بالاش یه رقص نور میبینید که هست و خیلی به قول آروین شو اینجا من پلیس انگار اومده. اینجا یه دونه ریسه بود، سبز بود. یکی از دوستان اومد خونه ما و ترکوندش متاسفانه. بعدش میایم اینجا که ردیفی بدمینتون کارا اگه اینجا هستن عشق میکنن. الان تقریبا تو هر کدوم از اینا 2 تا راکت هست، ولی تو این و این یه دونه راکت بیشتر نیست. این مثلا گرونترین راکت همه که حالا بعداً در ادامه ویدیو بهتون میگم چرا گرونترینه و چه اتفاقی افتاده. ولی خب من خلاصه اینجا خیلی این تیکر دوست دارم. مثلا همیشه با خودم میگم گیتاریستا مثلا گیتاراشون رو اینجوری میذارن کنار هم گوشه اتاق، ولی خب من اینجوری مثلا راکتامو گذاشتم. یکم میایم بالاتر، اینجا اون ریسه آبی است که من هم سبزشو داشتم هم آبیشو داشتم. این آبیه مونده اینجا. یه دونه LED صورتی هم اونجا اضافه کردم که حالا میبینید. و این میگن شلف دیواری. آقا من حالا نمیدونم واقعا شلف اصلا کلمش تلفظش واقعا شلف چیه، ولی فکر کنم شلف. تازه گرفتم اینم، ولی نرم و مجلسی اومده اینجا. از اینجا بخوایم شروع کنیم، کسایی که من نزدیک دیده باشن میدونن که من عطری که میزنم خیلی عطر خوبیه و همه به مثلا میگن که آقا اسمش چیه، فلانش چیه. آقا یه بار بگم این لدوراه، اسمش کاسپینه. خب لدورا همون نمیدونم حالا، ولی بهش خیلی میگن شرکت هرمی و پنبریز و این چیزا. آقا واقعا عطر خوبیه. اون عطر هم چیز خاصی نیست واقعا، تازه هم کادو دادنش شاید چیز خاصی هست، ولی من خب با بوش حال نمیکنم. خیلی با شیرینی داره. اینم این گل زیبای رز آبی و یکی از عزیزترین کسایی که هستش بهم داده. کولر مستر کلاه کپشو من حتی ویدیوی این چیزایی که واسم فرستاده بود کولر مستر رو گذاشتم چند سال پیش تو چنل. میریم بالاتر. این یه آقاییه که از بچگی من دارمش. اون آقا هم از بچگی داشتم، ولی بهش اسمش رو گذاشتم ژول ورن. اگه نمیشناسید ژول ورن یه رمان نویس نمیدونم کجایی بوده. آقا ایتاچی، یعنی اصلا کسایی که ناروتو دیده باشن فقط میفهمن داستان چقدر این عشق میده به آدم. اینجا اینم از بچگی داشتم، یادم از مدرسه اومده بودم یه بار گرفتمش. این اسکلت هم دوست داشتم گذاشتم اینجا. این بالا یه سری ساعت با یه کلاه کپ دیگه. الانم یه کلاه دیگه سر من هست که اینجا میذارمش. همین کلاه کپ دیگه از اونم وی فور ودنتا. اینم جی شاکه، اینم جی شاکه ماتس فاتشین تموم شده. اینم که یه میبنده که جدیدن بندش هم عوض کردم. این شد این شلفه و آدم از این دور میبینهش انگار سوپرمنه. یعنی نئونه هست اینجا شده سوپرمن. اینجا تخت، میدونید چیه دیگه تخت چیه؟ اون یه لپتاپ، حالا اونم بهتون توضیح میدم. اینجا ما انواع چیزهای مو رو داریم. یعنی من تایمی که موام بلنده کرده بودم انقدر به موام اهمیت ندادم که الان میدم. این یه واکس موه، اون یه شامپو بود فکر کنم، اونم یه واکس موه دیگه. اینم که ماینوکسیدیله، اونم مثل هم ماینوکسیدیله، اونم شامپوه. دوستان اهل دل میدونن چی. میایم بالاتر، 2 تا تابلوی عشق واقعا. آقا لیوای، آقا ایتاچی که همونجا هم بود. لیوای و کسایی که اتک آن تایتان دیده باشن خیلی عشق میکنن باهاش. لیوای یکی از کاراکترهایی که واقعا من به همه میگم اگه ناروتو دیده باشید و ایتاچی رو دوست داشته باشید، اتک رو ببینید 100% از لیوای خوشتون میاد. یا اتک دیده باشید لیوای دوست داشته باشید، میرید ناروتو ببینید ایتاچی رو دوست دارید. اینم از این 2 تا تابلوی زیبا. ما اینجا یه لپتاپ لنوو
لنوو داریم که من معمولا میشینم اینجا ادیت میکنم بیشتر اوقات، یعنی ادیت هام بیشترش با اینه. من خیلی وقتا نمیدونم که چرا مثلا میگم پشت سیستم بشینیم بکنیم این کارو و فلان و اینا، ولی من واقعا اونوری بیشتر حال میکنم به تخت بشینم. اینجا میشه اصل داستان، اصل تغییری که کرده. اینکه یه هدست تسکو آنباکسینگش هم چند سال پیش گذاشته بودم، هنوز به همون خوبی و قدرت کار میکنه. اینجا هم که نرید سمتش هیچ وقت، بهمن باز. اینجا یه دونه موسپد داریم، اسمشو نمیدونم ولی ایناست که نقش کره زمینه. من اینو تازه گرفتم، ولی یه دونه دیگه اینجا دارم که اینو قبلا گرفته بودم، یعنی یه سال پیش گرفته بودم حدودا. یه دونه هم اونجاست که اون زیر دیگه. اینجا من گفتم که یه چیزی واسه میز بگیرم خیلی مثلا جالب بشه، یه چیزی مثل نمیدونم شیرفلک هست چیه، ولی هرچی هست خیلی قشنگه. با یه دونه نورشو اینم میتونم دستکاری کنم، با یه دونه از اینم نورشو میتونم دستکاری کنم، با یه دونه این لامپای ادیسونی بهش میگن گرفتم. اون اینم کردم دیگه زیر هدست بذارم دیگه راحت. اینجا رو میایید پایین، یه دونه میکروفون داینامیک داریم که قبلا استفاده میکردم، حالا اینم هست هنوز همینجا. الان سیمش کنار پی سی که هر وقت دلم خواست دستش کنم. اونجا هم که لطفا نگاه نکنید شارژر مارژر رو برق و مرق و این داستانا. اون پی اس پی اینو فقط اوجیا میفهمن این چیه، عشقه. اونم که شارژرش کنارش. این هندسیه رو من موقع ادیت استفاده میکنم چون خیلی مهم، نمیتونم چیزای بلوتوثی بزنم چون خیلی دیلی مهمه، یعنی دیلی میندازه احتمالاً وایرلس. دو تا مایک به هم وصله. من بیشتر واسه پادکستینگ استفاده میکنم، خیلی خوش میگذره. اینجوری نیست که 60 کیلو بخوای مایک دستت بگیری، یه دونه یقه‌ای راحت میبندی، صداش هم خوبه، بویا دوتاییه. آنباکسینگ اینم گذاشتم حتی واسهتون. میایم پایینتر که اینجا خیلی چیزایی که به درد نخورن هست. این که یه دونه الان یه دیگه هم آبیش هم دارم. ایناست که میزنید به لپتاپ بعد نور میده. اینجا تل من مونبولم بود، اون دونه تبدیل 2:1. اون آبیه رو قرار بود وصل بکنم به این که هیچ وقت نکردم. اون دوتا هم که همین جوری هست و اینا هم شارژر، اون دوتا هم پاور بانک، هر دوش بکنم شیائومی. اونم از بچگی من روش نوشته بودم پی اس. روی میز که میام یه دونه مودم موبینت اینجاست که من خیلی وقت استفاده نکردم ازش ولی هست دیگه، چون موبینت اصلا کلا مودما یه جوری شده دیگه، اینترنت ها به فاک رفت. این یه دونه نگهدارنده گوشیه که واقعا خوبه، یعنی من اول فکر می‌کردم این فیکاست که مثلا میره پایین مثلا گوشیو بذاری، ولی واقعا اوکیه. اون یه دوربین سونیه که از اونجا به کارت کپچر وصله، بعد وصل میشه به اون، ولی الان خیلی استفادهش نمی‌کنم. این یه پروژکتور 50 واتی بود فکر کنم که خیلی نورش زیاده، یعنی امام زمان ظهور میکنه وقتی روشن میشه. بذارید واسهتون روشنش کنم. من چند تا لایه اینجا کاغذ روغنی انداختم که اینقدر نورش صافت شد، ولی وقتی اینو باز میکنی قشنگ انگار امام زمان ظهور میکنه، ولی خب خیلی گرم میشه اتاق وقتی اون روشن میشه. اینجا ما یه دونه جیره که نمیگم پایه سه‌پایه دوربین هست، اینو میتونید در روی دوربین بهش وصل شه و گوشیتون هم حتی میتونید بذارید روش. من خیلی با این عشق میکنم، یعنی واقعا یکی از پرکاربردترین وسایل اینجا همین اینه که هم مفصلیه، به اینا میگن مفصلی، خیلی به کارتون میاد اگه میخواید ولاگ مخصوصا بگیرید، خیلی به کار میاد. اینجا یه دونه تبلت لنوو گذاشتم که خیلی وقتا ازش استفاده نمیکنم، ولی بعضی وقتا حتی به عنوان استریم دک استفاده میکنم ازش. خیلی از اینا من الان نمیدونم قیمتش چنده و ازم خواهش میکنم قیمت نخواد. اینجا یه وبکم نمیدونم چی بود، ولی یه وبکم گرفته بودم خیلی وقت پیش گذاشتم اینجا. کیفیتش هم هی بدک نیست. پس ببین همیشه کیفیت رو من میگم، کیفیتی که از یک کامera میگیری، دوربین گوشی، کامera، وبکم، هر چیزی بستگی به نورتون داره. یه دونه رینگ لایته که این رینگ لایت 3 تا رنگ مختلف داره با کم و زیاد شدن نورش. این یه رنگشه که این رنگ نرمشه، این سردشه. یه دونه مابین هم داره که من مابینشو میذارم دیگه، کم میشه زیاد میشه، کنترلش پشتشه دیگه. میبینید من یه پایه دوربین بود فکر کنم گرفتم که اونو وصل کردم به اون، خیلی سگیجونه گذاشتم اینجا، اینم انداختم رو اون دیگه، سوارش کردم رو اونم خیلی خوب میشه. میایم اینور. اونجا یه هارد 500 گیگی بود فکر کنم، یا نمیدونم 320 گرفتم اکسترنال، خیلی بیشتر به کارم میاد، خیلی هم سرعتش خوبه. و اینجام که لپتاپ عوضش نکردم ولی اونی که رو تخت بود عوض شده، یعنی اضافه شده. اینجا یه موس گیمینگ که این دکمه‌ای بک و اینا داره و فلان و بیسال که واقعا چیز خوبیه. نمیدونم مارکش شد، پروداکت بود چی بود. این همون لپتاپ است. اینجا دیسکورد، اینم که یه مانیتور LG. اینو من خیلی وقت پیش درست کرده بودم و هنوز به کارم میاد. فاکینگ یه سافت باکس توره، با اینکه
این همه نور و این چیزای دیگه اضافه کردم، ولی اینو همیشه دارمش، مثلا خیلی نه گرمت میکنه نه هیچ. پشت یه سپایه دوربینه که من دوربین عکاسی بود، دوربین عکاسی الان اینجا دم دست نیستشونتون بدم. از اینجا یه هاب وصل میشه، هاب یو اس بی میاد این پشت. اون نوره که گرفتم LED صورتی 10 متر از اون پشت میاد تا اینجا، خیلی چیز درازیه. حالا از اون هابه میاد اینجا، یه هاب دیگه میرسه بهش. بعد از این هابه کلی اینجا مثلا دم و دستگاه هست میشه. این هم همون آبی است که بهتون گفتم اون پایین سبزشو داشتم. یه کارت کپچره که وصله به همین دوربینه که اینجا بهتون گفتم. در واقع من هنوز اونقدر از این کارت کپچره کار نکردم با اینکه خیلی وقت دارمش، اما واقعا من نمیدونم، چون خیلی کار کردن باهاش یه جوری بود، بعد میرفتی کلی از این ویدیوهای هندیا میدیدی و اینا دیگه. من گفتم بی خیالی آج. زیر این 2 تا استند مختلفه که حالا اونم حال ندارم بردارم چون خیلی به زور اینا رو چسبوندم اینجا سیم این مایک داینامیکی که اینجا بود دور میزنه این پشت و میره اونجا. اینو بذارید واسهتون بگم، من خودم یه اشتباهی کردم، نمیدونستم اینو. در واقع یه سری مایکا هست که حتما تو کپشن جایی که ازش میخرید و بدونید، یا اگه میرید یه شاپی بهش بگید که مثلا میخواید وصل کنید به این یا وصل میخواید بکنید به موبایلتون. ما 2 نوع جک داریم، جک میشه همین اینا، به اینا میگن جک. خب این جک هایی که کوچیکه و تو موبایل هممون و اینا میره، به اینا میگن جک 3.5 میلیمتری. این جک 6.5 میلیمتری داشت که وصل میشد به کارت صدا. من کارت صدا هم نگرفتم و واقعا اسم میکنم الان نیاز داشته باشم. اون جکه من دیدم نرفت تو این، به این کلوفتی جا نشد. 2 هفته دیگه منتظر موندم، یه دونه مبدل 6.5 به 3.5 اومد واسم که حالا باز یه ذره کیفیت حتی کم کرد، چون مبدل بزنی معمولا کیفیت کم میشه. اینجا یه استنده که دریل شده به میز، این میزانم راستی تازه گرفته بودم ال. و اینجا یه مایکه که برعکس داینامیک میشد کندانسر، یه همچین اسمی بود دیگه. بذارید فرقشو بگم. این مایکا کل اتاق که هیچ، حتی اون ور اتاق خونه هم صداشو میگیره و خیلی باید با تنظیماتشون ور برید تا بتونید صداشو کم و زیاد و صافت و اینا بکنید. و یه دونه از این پاپا همیشه پاپ فیلتر که نمیگن به اینا میگن پنبه دیگه، از اینا بگیرید که یه سری کلمات مثل پ د س این چیزا رو واسهتون صافت بگیره. ولی خوبی این مایکای داینامیک میدونید چیه؟ فقط صداهای اطرافشون رو میگیرن، مثلا صدای تو 1 متر 2 متریشون رو میگیرن. خیلی موضوعشون این که همون مثبت که نیست، کیبورد پد، نمیدونم چی به این میگن، انقدر درازه. یه دونه کیبورد مکانیکال داریم که این بود عوض نشده. این آقا به این توجه نکنید، شاید هم بخواید توجه کنید، من اینو دارم بشه چند وقتیه. یه ایناست که اسنیف کنی خیلی حال میده دیگه. اسنیف انگار کوک داریم میزنیم اونو. من 3 تا کاکتوس هم گرفتم واسه اینجا. اول فکر نمی‌کردم انقدر فیک باشه دیگه قیافش. میدونستم فیک مصنوعیه، ولی فکر نمی‌کردم یه انقدر قیافش فیک باشه، میدونید. ولی خب پایش که بنفشه خیلی جالب و قشنگ. اونم یه سری اوجیا شاید بفهمن چیه. تماسای خونه به این وصل میشه دیگه. میره تو سیم تلفن و یه سری تماسا و اینا میاد که مثلا چک می‌کنید. اینجا ما 2 تا اسپیکر داریم که هر دوش به هم وصله. وقتی اومد RGB داره و خیلی صداش خوبه. یعنی من واقعا فکر نمی‌کردم صداش انقدر خوب باشه. صداش واقعا قابل قبول و خوبه. به اون پشت هم میتونید گین صدا رو کم و زیاد کنید. اینجا یه مانیتور LG، اونقدر فکر نکنم چیز خاصی بود، نمیدونم شاید هم بود، که وصل میشه به اون لپتاپ و دیگه هر دوش یه چیز دیگه. اون پشتم کابل منیجمنت درستی ما نداشتیم حقیقتا، ولی چیز عجیبی شد. حالا شاید به خودتون بپرسید این همه دما تجهیزات و فلان و بیسال این پوفیوس چیه اینجا؟ خب آقا من اینو بچگی دارم. این یه تلویزیونه، اینو خیلی دوستش دارم، یعنی واقعا نوستالژی، همیشه با هم باید بمونه. این تلویزیونه زیر 6 تا فکر کنم 6 7 تا باتری قلمی میخوره، سیار میشه. یعنی شما میتونید تو ماشین بذارید، تو هر جا میخواد ببرید، اصلا بدون نیاز به برق، فقط با باتری کار میکنه. اما خب با برق هم کار میکنه، ولی الان خیلی وقت باش کار نکردم. اینجا یه دوربین دیگه داریم آقا که دوباره یه دونه سافت باکس اینجوری هست، ولی این خب وصل نیست به برق الان، اصلا همین روشن نیست. اینجا یه دونه دوربین نیکون روش سواره که من خیلی کم پیش میاد که خیلی ازش استفاده کنم، که روی یه دونه پایه دیگه وصله که میره اون پایین. اینجا ما مهمترین چیز دنیا رو داریم. اینجا به پوستای میوه توجه نکنید. اینجا ما یه ماگی داریم که قهوه هی میزنیم توش. کسایی قدیمیان میدونم عجب قهوه بازم. ماگ اونم وان دایرکشنه. میایم اینورتر، ما یه دونه پرینتر هم کنون بود اگه درسته، یا کنونه. اینم که مال اونه. در واقع این تلویزیونه من کردمش مانیتور، ولی خب بازم به کار میاد دیگه. اینجا که فندک، این ساعت صورتی. اینجا 3 تا پنجه بوکس داریم. امیدوارم یوتیوب اذیتمون نکنه.
حالا اینا رو خیلی کار نداشته باشید، فقط روشو میکنید اسکلته. خیلی اینش قشنگه واسم. پرینتر خوبیه، ما چند سالی هستش داریمش و واقعا پرینتری که به کارتون میاد. اینجا من یه دونه میگن گل مصنوعی آبشاری همچین اسمی داشت گرفتم. حالا ببینید حرکت چی بوده زدم. اکثرا تو خونه‌هاتون یه سری دیوار داریم که یه سوراخی داره و یه سری سیم ازش اومده بیرون و ما ازش استفاده نمی‌کنیم چراغ دیواری بزنیم تو اتاق. این سوراخه من گفتم حالا هست دیگه چیکارش کنم. اینو گرفتم و این یه دونه میله اینجوری داشت. اینو کردم تو دیوار خب و اینجوری ثابت مونده و خیلی زیبا و مجلسی اومده اینجا ما یه کتابخونه داریم که منو تو اینجا میتونید ببینید. خیلی عکسام اینجاست و کتابای درسی و این چیزا. خیلی چیز خاصی اینجا ندارم الان. اونجا اثر انگشت و لاک و سرمه و اینجا هم که فکر کنم چیز خاصشه. یکی از عینکام هم که اینجاست ترکوندمش. یه عینک دیگه هم دارم که الان دست خودم نیستش. اون بالا یه دونه ماگ کولر مستره که کنار همین این یکی کپی که اومده بود و یه سری وسایل دیگه که اومده بود اومد و من آنباکسش رو گذاشته بودم. اینجا ما کلی اکسسوری داریم. حالا یه روز یه ویدیو جامع میگیرم اکسسوری رو بهتون نشون میدم. خیلی اکسسوری ها من دوست دارم و بهم میگن علی اکسسوری. حالا دیگه نمیدونم این آنلاین شاپا شده. اینجا هم یه کیف انداختیم که هر وقت حالا نیازمون میشه استفاده میکنیم. و یکی از چیزایی که من به کارم اومد اینجا من توی کومو یه جا کفشی گرفتم که اونقدر قیمتش هم زیاد نبود اما خیلی به کارم اومد. خیلی بهتر از این بود که کفشام رو هم بیفته، یعنی تو جعبه باشه و این ور اون ور بشن. صاف گذاشتم اینجا آقا ردیف کردم و فلان. اینجا هم که لباس هاست و خیلی اینجا لباس زیاده، همش تو هم شده. اونجا هم ببینید من خیلی شلوار جین مشکی زیاد دارم کلا. خیلی عجیبه این قضیه. یه نمای کلی هم اگه بخوام بهتون نشون بدم اینه که من خودم خیلی دوستش دارم دیگه. جدیدن همش دیگه تو اتاقم مثل قبلنم. راستی حتی من لوسترم عوض کردم و اون بالا اگه میبینید ترکیده شده مثلا اینه که آقا خیلی سیم اینا بلند بود، خیلی سیمش بلند بود، نمیشد اینو یه جا نگه داشت. راستی اونم یه آنتنه که گفتم این تلویزیونه وصل میشه به اون. هر وقت مثلا بعضی وقت دلم بخواد تلویزیونی چیزی ببینم اون کارو میکنم. ولی خب مثلا تلویزیون یوزر نیست و من حتی واسه این سه تا لوستره بازم لامپ رشته گرفتم ولی هر کدومشون فرق داره. یکیش آفتابی، یکیش مهتابی، یکیشون هم کهرباییه. الان واسهتون روشن کنم. بیشتر تو کافه ها استفاده میشه ولی همینو دوست داشتم که تو کافه ها استفاده میشه. یه اینجور حالتی میشه که ولی خاموش میشه، استودیویی تر میشه. اون پایینم که یه دونه زیرپایی بهش میگن فکر کنم گذاشتم و میرسیم به اصلمون. آقا خیلی از دوستای من یا حتی خیلی تو کامنت ها میگن چرا این صندلی رو عوض نمی‌کنی؟ چرا یه صندلی نمیگیری؟ این همه چیز میز گرفتی، چرا یه صندلی نمیگیری که مثلا شما از این استفاده نکنی؟ آقا داستان برمیگرده به همین بدمینتون. من چندین بار پول داشتم که برم صندلی بگیرم آقا، اما هر دفعه زدمش به یه چیزی. مثلا دفعه آخر من چند تومن داشتم که برم یه صندلی بگیرم، یهو موقع خرید پولمو زدم به ایشون و هنوزم راضیم. یعنی برگردم عقب بازم همینو میگیرم و خیلی راضی ازش حقیقتا. و گفتم آقا اونقدر که حالا چیز عجیبی نیست مثلا صندلی من مثلا چیز خاصی نداشته باشم، همین خوبه دیگه جی. مثلا حالا یه مدت ازش استفاده میکنم و اینم گرفتم که گردن در نگیرم. در واقع بچه بیا پایین کسیه نگو سرمون درد گرفت بابا. A few moments later. این بود از این روم تور. حالا بعداً دوباره روم تور اینا میذارم. خواستم فقط ببینید که چه شکلی شده اتاق، خوشتون میاد یا نه. اینجا آقای تاچی، اینجا آقا لیوای. حالا بریم ویدیوهای دیگر رو بسازیم تو این اتاق و کلا خیلی الان دیگه هایپ تر شدم. خیلی وقتا نیازه که سری چیزا پیدا کنید واسه خودتون هایپتون کنه. یعنی یه موقعی هست دیگه اون چیزای قبلی بهتون حال نمیده میدونی و نیاز میشه که دوباره سری چیزای جدید بخرید یا حتی چیزای جدید به زندگیتون اضافه کنید که انگیزه دوباره حتی به دست بیارید. و این چیزا حاجی شواف که نداره. در واقع نظر من هر کسی تو ایران باید یه تایم زیادی خودشو پاره کنه تا یه سری چیزای خوب بگیره واسه خودش میدونی. اینکه لایک و ساب و کامنت هم یادتون نره انجام بدید. اینستای من تو دیسکریپشن هست، دیسکورد هم تو دیسکریپشن هست، توییتر هم تو دیسکریپشن هست. هر جایی بگید من یه اکانتی دارم، سرچ کنید دلتار میاره واسهتون. بریم واسه ویدیوهای خفن و سعی کنید حالتون رو با چیزای امروزی به هم نزنید. خیلی اوضاع بدی داره جامعه ایران، نه فقط کلا دنیا الان داره به سمت بدی میره متاسفانه. ولی خب ما سعیمون رو میکنیم که حالمون خوب باشه دیگه. تا ویدیو دیگه میبینمتون. فعلا خدافظ.